سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچنی با چارو مغز تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 180 گرم مساله، 180 گرم ساخن پودره یا که شکر، 500 گرم آرد، 3 قاشق کلان سمیتانه، یک دانه تخم، نیم قاشقچه رزرخلی تیل یا که ساده استفاده بریده میشد. ساده اگر استفاده برید این قاشقچه با کمتر. چهارمغز کوفته شده، کاکائو برای خمیرش. باز یک نمود دیگه یعنی پراشوک است. این تخم خشک، یعنی تخم خشک. ما اینه برای خمیر استفاده بریم، خمیرهای بولیشکا خیلی پیچنیابا استفاده بریم. همین یک تا پچکش 20 دانه تخم میشد. من درونش خیل من زرد همون تخم باید من از سیویت قطیقه معلوم نیه زرد. اگر تخمتان نباشد میتونید همین یک قاشق استفاده بریده میشد. تخم خشک ما همه مغازه به هست. من مغازه مگنیت خریداری کردم. من مساله ما باید ملایم باشد، در حرارت خانه باشد. ما 180 گرم مساله میگیریم. ما در اول خمیر تیار میکنیم. من ساخن پودره میتونید شکر جاش به استفاده برید. من 3 قاشق کلان سمیتانه، من یک دانه تخم همراه میکنیم. همیشه همراه کنیم. میتونید با میکسر یا وینچک تا وقتی سفید شدنش لب میزنیم. من آردامو با رزرخلی ترامه همراه کرده خمیر تیار میکنیم. اکو بسم الله. شروع خمیر میکنیم. خمیر سخت نمیکنیم. خمیر ما باید خیلی ملایم شود. خمیر ما به 2 قسم برابر تقسیم میکنیم. به 2 قسم تقسیم میکنیم. ببینید خمیر تماما سخت شدگی نیه. یک قسمی خمیر ما آرد که سخت میکنیم. 2 قاشق همراه میکنیم. تمام. یک قسمی خمیر ما تیار سخت شد. نگاه کنید چقدر سفید شروع آمد. سخت شد. دوم قسمش ملایم. دوم قسمش ما کاکائو همراه میکنیم. 2 قاشق کلان کاکائو همراه میکنیم. خمیر ما خمیر ما کاکائو گیر میکنیم شکلاتنی. خمیر ما تیار شد. ملایم. ما خمیر ما تنوگ میکنیم. جدا جدا تنوگ میکنیم. خمیر ما کاغذ بگرفتیم کشادنش آسان میشن. بالاش با کاغذ میپاشیم. ما شروع کنیم یک شایم. شروع تنوگ میکنیم. کشادنش آسان میشه هم خوشرو میاد. تنوگ میکنیم. ما خیلی قالب مایدیچکی همیشه کلوله شکل میکنیم. دایره شکل میتونید اگان استکانکی هم کنید میشه. همیشه دایره شکل کریم همیشه میچینیم. کاغذی جدایی میچینیم. شکل نشیم خیلی تنوگ کنم. نشیم قالب که زیر میکنیم.
Mana ما چی تیار کردیم؟ همشه سفید و سیاه قالب که زیرکره گرفتیم. نکو ترسی تیار کنه پیچنیه من از نشون میدم. من یک دیگه پرگامتنی بومانک گرفتیم. من یک تا شکلاتنی، یک تا سفید. یک تا شکلاتنی من یک تا سفید کره. همه خمیرامای میچینی. میتاب همشه خشرو من برای برکره چیندم میگیریم. میتاب چینیم گرد. من همه خمیرامو تا تمام شده نشه میتاب من میچینیم. من بالای خمیرامای پرگامتنی بومانکی پشته یک بار دیگه تونق میکنیم. شروع کنم میکنم. میتاب شروع کنم میکنیم. شروع تونق کنیم بار دیگه. اگه 4 مغز میپاشیم. نه 4 مغز میپاشیم همه چشم شروع. میتونید شکلات هم در نشم مولید میشد. جیم مولیمگر دمیده میبرد برای همین خشک میوگی میپاشیم. نه 4 مغز پاشیدیم. کو طرزی پیچانیدنش مثل روی من کاغذ کن پیچانم. کاغذ خطی پیچانده میبردیم. از سربی خمیرش روغنی بودن. برای من کاغذ کتیم پیچانیم. میتر میپیچانیم. من چه شد؟ اکو ما خمیرامه با مدتی 20-25 دقیقه خلادیلنیک میگذاریم. سنی ریزه میکنیم. ریزه کنیمش نغز میشه. از سپی خمیرامو روغنین وزی ریزه کنیم. ریزه نکشته میرد. برای همین ما اول خمیرامه 15-20 دقیقه تا 25 دقیقه نگام داریم. خلادیلنیک بعد ریزه میکنیم. من خمیری ما هم شخ شد. من نگاه کنید. سخت شد که ما ریزه میکنیم همینه. سیاه کنجا شکل کرده من یک طرفش میتر من ریزه میکنیم. نگاه کنید چقدر نبقه باتش مشه میتر من تا آخرشه میتر ریزه میکنیم. درنش چقدر آمد مثل رولیت باین من 4 مغزاش به جای باد. من بریده لیست بگرفتم. من نگاه کنید چقدر آمد دو رنگی جای باد آمد. با مدتی 15-20 دقیقه به 180 درجه تفتان میگذاریم. نه چگونه میبینید پیچنی ما هم تیار شد. نه خشکی که عجایب بادام دست. نه 4 مغز خطی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید. پادپیساتسیا کنید و یارو دوستای دعوت کنید. من آخری ویدیو با من تحفه از کانال پختوپزهای خانگی برای پادپیسچیکا بسیار کامنتاری به خواهش شد. چند ویدیو بعد تکش بمین زنها نوشتن که کانکورس تشکیل کنید از کانال پختوپزهای خانگی یعنی تحفه. ما امروز خواستیم که کانکورس تشکیل کنیم. تحفه ها برای پادپیسچیکا. شرط کانال ما چخیل بازی ما چخیل خیلی مثلا گیریم شما تاگی ویدیو بگم کامنتاری می نویسید. کامنتاری شما لایک میگیرد. چخیل کامنتاری باشد در وصف مادر می وطن می درباره کانال می خیلی چی که خواهید می نویسید. اگر نویسید همون
و شما کامنتر شما لایک بسیار گیرد همین تحفه های داده میشه. حالا این انیق میکنیم چند لایک گیرد چقدرش در ویدیوهای آینده. اگر من راضی باشتان من همین کنکورس تشکیل میکنیم. من یکم جابه من کسترول 5 نمود من نبارشای کسترول من دویم جابه ماشینی چاکدازی مینی. من جای اول با کسترول من همش کراپکی خالی نیه با فکر نکنتم که کراپکی خالی. من جای دویم با ماشینچی مایده مینی ماشین چاکدازی کار میکند. این من جای سیوم با بلندر جای چهارم و پنجم من بکل با چای خشک. من اگر راضی باشتان من همین کنکورس تشکیل میکنیم در ویدیوهای آینده. من چقدر لایک گرفتن و با چقدر بازی اشتراک کردن من با خوبتر میفهمم. من همین تحفه ها کانال پخت‌وپزهای خانگی برای подписчик‌ها. اگر من شما اگر همین بازی تشکیل کنیم و اگر شما همین بازینده برید همین من همین چیزای شما گانتش برید مثلا دیگه شهر باشید شما پاچتی نزد خانتان میگویید من پاچتختی رای میکنم. اگر نه پاچته شما پاچتگی کار کردگی نباشید پاچته ندانید من با نامر کارتتانم گویید همین چیزی بریدگیتان چند سو میستن من کارتتان با پولش میگذارم. این خیلی یک بازی برای و بعضی فکر میکنن که این خیلی دیگه خیلی فکر میکنن. نه خیلی نه برای تو بازی برای مخلصای برای تماشابینا منه شرطی بازی نمی. من خواهشمندا بازی تشکیل شدنش خواهم پایین کامنتری بنویسن با در ویدیوهای آینده بازی تشکیل میکنیم یا باز خواهن که با دیگه چیزای مانع. من فکر خداتون همیشه نویسم پایین کامنتری. به خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشتم.